در این روز عید این سنن رو هم زنده بکنین که کالای پاک خود داشته باشیم، غسل باید بکنیم و عطر استعمال بکنیم. برای که بر طرف مسجد می رویم با تکبیر بلند باید بگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. این تکبیرات تشریق را بلند باید بگویم که از صبح عرفه شروع می شود، از صبح عرفه تا روز پنجم تا دیگرش ادامه پیدا. بعد از نماز صبح روز عرفه. بله. و این باید به جماعت بوده باشه. از خاطر خواهش میشه که کل مسلمان ها به جماعت باید نماز بخوانند تا تکبیرات تشریق که مهم است و از جمله واجبات است. این باید اذعان داشته باشیم که از جمله واجبات است، مستحب هم نیست، واجب است. این اگر نگو گناهکار میشیم. در تکبیرات تشریق را باید بگویم و در جماعت باید بگویم و بلند بگویم. اگر یک بار باید بلند بگویم، بعضی همه نیست 3 بار باید بگفتم. این مشکل نیست، یک بار گفتی هم واجبت ادا میشه، 3 بار گفتی بهترتر است. اگر بالفرض به اساس معاذیر شما مسجد رفته نتونید، پس کوشش بکنید در خانه جماعت بکنه و تکبیرات باید بکنید. هیچ کس نبود خانه که بیارتون نماز و جماعت بخوانی و تا تکبیرات تشریق از پیشتان فراموش نشود و با جماعت باید ادا. یعنی بدون جماعت لازم نیست یا این نکته میجسته که مهم است که با جماعت باشه. مهم است. گفتم اگر مشکل پیدا شد نرفتید مسجد، کسی دیگر بگو که در خانه امروز جماعت بکن.